بینندگان دوستان عزیز، هنوز یک هفته از مهلت عسکرگیری از طرف کمیسریات‌های حربی در تاجیکستان گذشته، لکن نخستین نوارهای ویدیویی ابله یعنی بازوری گرفتن جوانان به صف ارتش به ما رسید و این نوارها را طوری که ما می‌بینیم در اونجا یک گروهی در نزد کاتدری حربی یک از دانشگاه‌های شهر دوشنبه یک نفر را با زوری از ماشین میکشند میگیرند و اون را به ماشین خودشون بار میکنند و میبرند. این یک منظری خیلی ناگواری رو به وجود میبره و به چشم شما نشان میده که ابله و واقعا یک عملی است که جوانان را اجباری به صف ارتش میبرند. و ما نباید همه چی را گفته بدیم پیش از برنامه. و بینندگان عزیز، ولی ما تقریبا نیم ساعت پس همه شما رو در پخش مستقیم برنامه خبری انتظاریم و خود شما میتونید این نوار رو مستقیما تماشا کنید و ببینید که چگونه سربازگیری جریان میگیرد. و اگر تا اون لحظه شما نیز باز یگان نواری دارید و میخواهید که دیگران نیز ببینند، لطفا در اختیار ما بگذارید. و بله، شاوزم تشکر زیاد. و یک نکته رو میخوام بگم که به خاطر کم کردن یا کاهش دادن میزان ابله‌گیری، وزارت عدلیه تاجیکستان همین سال در آغاز همین سال یک طرحی را به حکومت پیشنهاد کرده که موافق آن مهلت خدمت در صف ارتش از 2 سال به 1.5 سال آورده شود. و این مقامات میگن که این میتوند که میزان عسکرگیری را با راه زوری یعنی ابله را کاهش دهد. تشکر.